خوش آمدید. امروز پنجشنبه 21 فوریه است. امروز با شما نخست مرور میکنیم به سرخط مغزهای روز. دلار نیست و یا نمیدهند. بعضی از بانک ها میگویند فروش این اسعار خارجی را از 100 تا 200 دلار برای یک شخص محدود کردند. مثال از ترکیه علال خصوص فقط با دلار آمریکایی هم اجازت عبور نمیدهند و هم جریمه میکنند. مقامات ترکمنستان 10 راننده توجیکی در مرز درمانده را جریمه و اخراج نمودند. و شبکه‌های اجتماعی همچون وسیله درآمد ده‌ها زن و دختر خانشین خطلانی را درس تجارت می‌آموزند. چنین یک امکانیت به دست می‌آید که آنها از خانه خود نبرآمده صاحب مزد معاش شوند، صاحب کار شوند. در تاجیکستان دیگر باره مشکل کمچینی دلار به میان آمده است. این شکایت تاجران و ساکنانی است که میگویند برای پیدا کردن این اسعار خارجی سرگردانند. هنوز چند پیش بانک ملی تاجیکستان اعلام کرد که کشور هر روز به 24 میلیون دلار اسعار نقد خارجی نیاز دارد. این هم در حالی است که به گفته کارشناسان منبع‌های درآمد این اسعار به تاجیکستان کم شده است. بعضی مسئولان بانک ها به سروناز روح‌الله گفتند از بانک ملی دستور شده است نخست صاحبکارانی را با دلار تامین کنند که به واردات محصولات نیازی اول مشغولند. 2 هفته باز در بازار ارز خارجی تاجیکستان دلار آمریکایی کمچین شده است. حداقل در 3 بانک و تشکیلات قرضی روز 20 فوریه به رادیو آزادی گفتند فروش دلار را محدود کردند. ساکنان و یا صاحبکارانی که به دلار احتیاج دارند میگویند در این شب و روز دلار خریدن از بانک ها امری محال است. صاحبکارانی که از خارج بر میبیارند مثال از ترکیه علال خصوص فقط با دلار آمریکایی استفاده برده می شود. مثال ما در یک روز فقط 200 دلار از کاسه های بانک گرفته می توانیم و خلاص. با گفته این تاجر در حالت پیدا نکردن دلار نمی توانند مالهای فرمایشی میزاجانشان را سری وقت از ترکیه وارد کنند. در تابلوهای چندی از اداره‌های بانک‌ها در شهر دوشنبه روز 20 فوریه قرب 100 دلار آمریکایی 943 سومانی برای خرید و 944 سومانی برای فروش معین شده است. بانکدارها میگویند تا زمانی که اکثر مال و محصولات از خارج کشور وارد می شود، طلبات به اسعار خارجی همانا باقی میماند. بانک ملی تاجیکستان در پاسخ کتبی به سؤال رادیو آزادی در رابطه با کمچین شدن دلار گفت هیچ محدودیتی در فروش دلار در بانک و مؤسسه های قرضدهی نیست و از روی امکانیت های مالیوی آنها باید طلبات میزاجان را قانع گردانند. زیاد بودن طلبات به دلار و کمچین شدن آن در حالی است که طبق رسمیات هم بانک های وطنی و هم خارجی می توانند حساب بانکی تاجر را با اسعار خارجی برگردان کنند. کاری که نه همه تاجران تاجیک از آن استفاده می کنند. با گفته صاحبکاران در صورت برگردان حساب بانکیشان با اسعار خارجی ضرر می بینند. تاجران می گویند بانک های تاجیکستان با نرخ نسبتا ارزان سامانی آنها را با اسعار خارجی برگردان می کنند که بر ضرر آنهاست. بارکشان‌های تاجیکستانی به دلیل منع عبور از حدود ترکمنستان خسارات مالی زیاد می‌بینند. این مشکل از ابتدای ماه فوریه شروع شد و تاکنون ده‌ها ماشین در مرز این کشور درماندند. مقامات ترکمنستان سبب منع عبور ماشین‌های بارکش تاجیکستان را شرح نمی‌دهند. بر علاوه 10 نفر رانندگان تاجیکستان را که با ماشین‌هایشان در ایستگاه فراب درماندند نخست جریمه و بعداً از قلمرو کشور اخراج کردند. به گفته رانندگان تاجیک برای هر روز بیشتر از مهلت باقی ماندن آنها 10 دلار و ماشین بارکشان 20 دلار جریمه می شوند. مقامات تاجیکستان گفتند از این تحولات به عمل آمده واقف هستند. ماه آگوست سال گذشته نیز با عین همین شیوه ترکمنستان مانع روای ماشین های بارکشان تاجیکستان شد و بعد یک ماه بدون هیچ شرح رسمی آن را باز کرد. شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید. مذاکرات احتمالی صلح با طالبان در افغانستان بسیاری از زنان این کشور را نگران کرده است. زنان میگویند با برگشتن طالبان به حکومت ممکن است مثل صلح‌های پیش آنها را از حقوق زیاد محروم کنند. عین زمان تلاش‌ها برای جلب طالبان به مذاکرات صلح در افغانستان ادامه دارد و امریکا و حکومت می‌خواهند جنگ طولانی در کشور خاتمه یابد. اما زنان افغان می‌ترسند که این گروه می‌تواند طلبات ارتجاعیش را بازم پیش گذارد.
صدا و تصویری که صاحبش بیم دارد خاموش کنند. آریانا سعید از مطرح‌ترین آوازخوان‌های نسل جوان در افغانستان است. نزدیک به 10 سال است که صدا و تصویرش در رسانه‌های افغانستان پیوسته نشر می‌شوند. اکنون طرح مذاکرات صلح و برگشت طالبان به نظام افغانستان آریانا را نگران کرده است. ولی یک چیزی که قابل قبول برای مردم عام به شمول شخص خودم نیست است که مذاکرات صلح جریان داره ولی بدون در نظر داشته نظریات مردم و تا جایی که من اطلاع دارم خانم‌ها اصلا حق پذیری داده نشدن که در مذاکرات صلح یک قسمت داشته باشن یا در اونجا حضور داشته باشن. انیسه شهید خبرنگار تلویزیون طلوع است و وضع زندگی زنان در عهد طالبان را در یاد دارد. نگرانی است که امی دستاوردا گرفته نشوند، محدودیت ایجاد نشود، کسی مانع رفتن دخترها به درس خواندن، رفتن زنها و دخترها برای کار نشود. همه نگرانی که زنها دارند امروز امی است. زنان افغان پس از فروپاشی رژیم طالبان در سال 2001 در فضای نسبتاً باز زندگی می کنند. با گذشت 18 سال اکنون برای بیش از 3 میلیون دختر زمینه رفتن به مکتب فراهم شده است و نقش بانوان در فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی چشمگیر شده است. امریکا که در 18 سال گذشته از حامیان بزرگ حقوق زنان در افغانستان بود، درگیر مذاکرات مستقیم با طالبان است. چند روز پیش در واشنگتن رئیس جمهور دونالد ترامپ درباره خروج سربازان کشورش از افغانستان سخن گفت، به این شرط که در مذاکرات صلح پیشرفت حاصل شود. در افغانستان حکومت من مذاکرات سازنده را با گروه‌های افغان به شمول طالبان برگزار کرده است. با پیشرفت در این مذاکرات ما می توانیم تعداد سربازان خود را کاهش دهیم و به مبارزه با تروریسم تمرکز کنیم. نمی‌دانیم به سازش دست می‌یابیم یا نه، اما می‌دانیم که پس از 2 دهه جنگ زمان آن فرا رسیده است تا حداقل برای صلح تلاش کنیم. و اما در کابل گرچه خیلی زود است درباره احتمال برگشت طالبان به قدرت و یا نقش این گروه در نظام سخن گفت، به هر حال میان قشری از زنان نگرانی به وجود آمده است. با این همه نگرانی شکوفه صدیقی با همکارانش میگویند هیچگاه به عقب بر نمیگردند. مردم حال افغانستان با مردم دوره طالبان زمین و آسمان فرق میکنه. مردم تحصیل کردن، زحمت کشیدن. هیچگاه مردم تنها خانم‌ها نی در کل میتونیم بگوییم که نمیخواین که پس دوباره به مو وضعیت گذشته برگردن. قیمتی که گذاشته شوه و من باید پشت پرده برم، پشت پنجرهای خانه باشم، هیچگاه یا همچون قیمتی رو نمیپردازم. صدای خود بلند میکنم و هیچ وقت حاضر نمیشم که به قیمت محدود شدن من و به قیمت از اینکه من داخل قفس باشم، به قیمت از اینکه من داخل چادری باشم، هیچگاه نمیپذیرم. صلحی که من آرامش داشته باشم اما در بند باشم. از افغانستان برمیگردیم به تاجیکستان و موضوع زنان را ادامه میدیم. در جنوب تاجیکستان طرحی را راه اندازی کردند که هدفش کاهش وابستگی مالی زنان و دختران از مردان خانواده است. مدت نیم سال به زنان و دختران که اساساً خانه نشینند استفاده از کامپیوتر و اینترنت را یاد میدهند تا اینکه با کمک این فناوری معاصر شرکت‌داران لایحه تجارت خود را به راه مانند. چنانچه این موضوع را در گزارش نوبتی میبینیم. بیشتر این دختران و زنان از دهات دوردست ختلانند و بار اول پیش کامپیوتر میشینند. من چه خدا میخواستم یاد گرفتن، خب با امکانیت شد با اومدم هم رایگان هم. گوشه امریکایی در شهر باختر به 60 دختر و زن دوام 6 ماه کامپیوتر و اینترنت می آموزد. میخواهند آنها در شبکه‌های اجتماعی فعال باشند و از آن بهره بگیرند. با استفاده از اینترنت چنین یک امکانیت به دست می‌آید که آنها از خانه خود نبرآمده صاحب مزد معاش شوند، صاحب کار شوند. گلبهار از دهه کولی صوفیانی دنغره است. 2 روز باز شنونده درس‌های این مرکز می باشد. خیلی می‌خواهد دانش خود را تکمیل کند. درباره اینترنت نمی‌دانستم و درباره کامپیوتر در مکتب میانه سر کار داشتم و نه آنقدر زیاد. او از دوگانه‌هایش درباره شبکه‌های اجتماعی شنیده است.
شبهه دارد اقربایش او را میگذارند آنجا صحیفه باز کند. به این کل من آنها بفکرم. اما میخواهد به شبکه اینترنتی بپیوندد و از آن منفعت برد. و من میخوام که کامپیوتر را از خود کنم. ممکن در آینده معلم کامپیوتر میشم. زنان ختلانی بیشتر خانه نشین هستند و بیکار و دستنگری مردهای خانه. مؤلفان این لایحه میخواهند زنان از جهت مالی وابسته نباشند. دانش‌ها را از خود کنند. در آینده نزدیک آنها برای خود البته که یک کاری موافق به دست خواهند آورد. زنان و دختران اینجا از فرهنگ ایجادی صحف اینترنتی آگاه میشوند، از ترتیب لایحه تا برنامه ریزی. تاشبی کاکیلووا دوزندگی میکرد. میگوید این شغل سلامتیش را گرفت. آوان مهاجرت در روسیه کم کم با اینترنت سر و کار داشت. حالا میخواهد دانشش را بیافزاید چون که در اینترنت آینده درخشان میبیند. در خانه ششته بیزنس تماشن بیزنس میگن با طریق اینترنتی کار انجام میدیم و درآمدمون در خانه گرفتن میگیریم. گوشه امریکایی بعد از 6 ماه از این آموزش نتیجه میگیرد. در حال خوب بودن آن لایحه ادامه مییابد. برنامه را ادامه میدیم. 2 روز بعد ارتش ملی توجیکستان 26مین سالگرد تأسیسیابی‌اش را تجلیل میکند. در پیشروی این سنه در استورخانه ملی نمایشگاه ویژه تأسیس یافته است. یکی از هدفهای آن بیدار کردن میل جوانان توجیک به خدمت در ارتش عنوان می شود. زیرا تا به حال بیشتر جوانان سین دعوتی را خبرها در مورد بدرفتاری در صف نیروهای مسلح و آزار سربازان از خدمت به اصطلاح می‌گریزاند. برای یوسفی گزارش می‌دهد. در نمایشگاه ارتش ملی تاجیکستان که در استورخانه ملی کشور شروع به کار کرد، تاریخ نوین ارتش و دستاورد و نتیجه‌های همکاری‌های این نهاد نظامی کشور با همتایان خارجی خود به نمایش گذاشته شد. نمایشگاه را مقامات استورخانه ملی در همدستی با وزارت دفاع کشور تأسیس دادند. 15 تا 20 فوریه سال روان از استورخانه ملی تاجیکستان همزمان از نمایش مذکور زیاده از 1000 نفر افسران و سربازان به طور رایگان دیدن میکنند که البته در بلند برداشتن رویه خویشتن شناسی و حس افتخار ملی هر یک نفر آنها البته نقش مهمی می‌بازد. یک جزء نمایشگاه ارتش ملی از تصویر و نوارها از حیات سربازان و افسران و شرایط خدمت در صف نیروهای مسلح عبارت است. اکثر جوانان که از نمایشگاه دیدن میکنند بر اینند که آنها باید به جزئیات بیشتری از نظام خدمت در صف ارتش آگاه باشند. با عقیده ما بسیاری جوانان فکر میکنند که در ارتش مناقشه جنگ و مناقشه ها بسیار است. از همین سبب بسیاری آنها نمیخواهند در ارتش رفتن. جزء دیگری نمایشگاه ادبیات و دستورالعمل‌های نظامی ارتش تاجیکستان بود که اکثر جوانان تا زمانی به خدمت نظامی رفتن از آن آگاه نیستند. به قول آنها جوانان باید از قبل به چنین ادبیات و دستورالعمل‌های نظامی دسترسی داشته باشند تا با آمادگی ابتدایی به خدمت سربازی جلب شوند. برای که وقتی که نوارها را می‌بینند خیلی در آنجا با حیات آنها شناس میشوند با حیات افسران و سربازان. نمایشگاه عکس و نوارها از ارتش ملی تاجیکستان به استقبال جشن روز ارتش ملی و شروع دعوت بهاری جوانان به صف نیروهای مسلح کشور تأسیس شده است. و وزارت کارهای داخلی توجیکستان یک شهروند چین و یک تبع ویتنام را با اتهام تشکیل فاحشه‌خانه با جلب خارجیان بازداشت کرد. این نهاد شب 20 فوریه با نشر یک گزارش خبر داد که وان وین مین شهروند 32 ساله چین و هون وین دنگ می زن 29 ساله از ویتنام منزل اجاره را در دوشنبه به فاحشه‌خانه تبدیل دادند. گفته می شود بازداشت شده ها با بهانه تامین کار در طرفخانه در روسیه 3 زن ویتنامی را از طریق قزاقستان به توجیکستان آوردند. با این خبر مطلب امروز را به انجام میدیم، یعنی منظورم برنامه است، اما گزارش های ویدیویی را شما امکان دارید 24 ساعت در شبانه روز در آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب تماشا کنید. تفصیلات خبرهای امروز و دیروز و فردا در سامانه رادیو آزادی www.azadi.org دسترسی شما است. فردا من شما را بازم منتظر میشوم. خدا نگهدار.